در اسلام، در دین پارتی بازی نیست که فلانی همسر فلانیه، فلانی دختر فلانی، فلانی آقازاده است، سیدزاده است، پیامبرزاده است، فلانی و فلانی و فلانی. اینها از دماغ فیل افتاده باشند و اینها را الله متعال چون نسبت دارن با یکی از اولیای خدا، الله تعالی اینها رو ببخشه. الله متعال مثال میزنه برای ما همسران پیامبرانی رو که ایمان نیاوردن. ضرب الله مثلا، الله تعالی مثالی میزند للذین کفروا، برای کسانی که کافر شدند. کسانی که کافر هستند، این مثال برای اونها کافی است تا بفهمن که اگر خودشون خوب نباشن، موحد نباشن، عمل نکنن، نسبت داشتن با یکی از اولیای خدا هیچ کمکی با آنها نخواهد کرد و هیچ کسی نمیتونه مشکلی از اونها رو حل بکنه، ولو اینکه اینها همسر پیامبری باشن. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، زن نوح علیه السلام و زن لوط رو مثال میزنه الله متعال که کافر شدن. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، اینها بودن در زیر عقد دو تا از بندگان ما، در عقد دو تا از بندگان من، از بندگان صالح من. فخانتهما، به اونها خیانت کردن در اعتقادشون. هیچ همسر پیامبری به همسر خودش، هیچ زن پیامبری به همسر خود خیانت اخلاقی نداشته است. فخانتهما، به اونها خیانت کردن. خیانتشون این بود که با دشمنان همسرشون همدست می شدن و اونها رو تایید می کردن و به همسرانشون بی احترامی می کردن و اعتقاد و باورشون رو قبول نداشتن. فخانتهما فلم یغنی عنهما من الله شیئا، پس هیچ چیزی در برابر الله تعالی، هیچ چیزی در برابر الله متعال نتوانست که اونها رو بی‌نیاز بکنه و به اونها کمکی بکنه در برابر عذابی که الله متعال برای اونها در نظر گرفت. حتی همسرانشون به درد اونها نخوردن. و قیل ادخلوا النار مع الداخلین، به اونها گفته شد که داخل بشید با داخل شوندگان در آتش دوزخ، و به دوزخ رفتن. همسر نوح علیه السلام، همسر لوط علیه السلام مشکلات زیادی رو تحمل کردن. انبیای الهی همسرشون کافر، مشرک، ایمان نیاوردن و هیچ کاری هم نتونستن بکنن و هلاک شدن در این دنیا در عذاب الهی و در اون دنیا هم در دوزخ هستن. این که انسان خودش خوب نباشه، نسبت داشتنش با یکی از اولیای خدا، چه همسرش باشه، چه فرزندش باشه، چه سیدزاده و آقازاده و آخوندزاده و ملازاده و فلانزاده و فلانزاده باشه، هیچ مشکلی رو حل نمی‌کنه. نوح علیه السلام همسرش ایمان نیاورد، فرزندش هم ایمان نیاورد، هر دو تا از بین رفتن. فما آمن معه الا قلیل، کسانی هم که به او ایمان آوردن بسیار اندک بودن. برخی گفتن 40 نفر هم نمی‌شدن در طول 1000 سال، یعنی هر 25 سال یک نفر. اما با این وجود نوح علیه السلام خودش، الله متعال می‌فرماید انه کان عبدا شکورا، بنده شکرگزاری بود. شکرگزاری و اینکه بنده انسان بنده شکوری باشه و شکرگزاری هیچ ربطی به شرایط زندگی انسان نداره. همسرش کافر هلاک شد، فرزندش کافر هلاک شد، در 1000 سال دعوت فقط 40 نفر به ایمان آوردن، اما شکرگزار نعمت‌های الله تعالی است. انه کان عبدا شکورا. نوح علیه السلام لحظه ای از عبادت الله متعال کوتاه نیامد و لحظه دست بر نداشت و هیچ وقت بنده ناسپاس و ناشاکری نبود.